درود بیننده‌های عزیز، امیدوارم شما خوب و خوش و سریحال و سیرپول هستید. خب ما یک ویدیوگزارش‌هایی داریم با نام نوار شما که از طرف مخلصای ما برای ما پیشنهاد کرده میشد و همین گونه شما نیز میتوانید از مسئله و مشکل و پیشرفتی که در منطقه شما هست برای ما نوار بگیرید بفرستید و ما عیناً به نام و نسب شما با عنوان نوار شما پیشنهاد میکنیم. فقط باید پشت نوار بعض اطلاع ها باشد که ما برای مخلص ها بعداً برسانیم. نوار نوبتی که برای ما رسیده است از محله چمتپه شهر دوشنبه است که اکنون از سال 2020 این جانب این محله از ناحیه رودکی به شهر دوشنبه شامل شد و ما می‌بینیم که وضعیت راه ها در داخل این محله چگونه است و دو کوله هم که به طور صنعی در این منطقه طبق اطلاع ساکنان بنیاد شده است. به خاطر خطا نکنم اگر باطلاق‌زار بودن این منطقه این کلهای صنعی ساخته شده بود است که حالی از طرف گروه از ساکنان بالای این کلها خانه های استقامتی ساخته می شود که اولتر از هم برای خود ساکنایی که بالای این کل خانه ساختن خطر دارد چگونه ساکنان میگم و بعدا برای دیگر ساکنانی که اطراف این کلها در محله چمتپه زندگی میکردن، چون طبیعت شناسا شاید اینا بهتر میدونن که در اطرافی که اینجا باطلاق‌زار است یعنی آبهای زیری زمینی هست یک کلهای صنعی ساخته می شود که اون همه آبهای منطقه از اینجا زده میبرند. خب راه دیگرش بازم ساختمانچی‌ها و طبیعت شناسا میدونن. ما ویدیو را برای شما پیشنهاد میکنیم و اطلاعی که با زیر متن ها برای شما پیشنهاد می شود از طرف ساکنان برای ما داده شده است. با موسیقی و زیر متن من وضعیت راه ها و دو کوله که در محله چمتپه شهر دوشنبه است نمایش میدم. تماشا کنیم. سپاس به ساکنان محله چمتپه شهر دوشنبه که از وضعیت راه ها و کلهای دههشان برای ما نوار فرستادند
که چه حال و زندگی دارند و شما نیز ساکنای عزیز اگر میخواهید که از یگان مشکل یا پیشرفت محله دهن ناحیه‌تان برای ما نوار فرستید، در فیسبوک دلیر امام علی با حرف‌های لاتینی جستجو کنید. صفحه شخصی من است، عکس من است، اونجا برام بفرستید، بنویسید و من همیشه در ارتباط هستم. فقط خواهش میکنم که بسیاری از برادرها میگن که حتما مکتب ما را بیا نوار بگیر، مسجد ما را نوار بگیر، راه ما را نوار بگیر، کانال ما را نوار بگیر، این آنها. یعنی من که نمیتونم به همه جا رسیدگی کنم، بسیار خواهش میکنم همین گونه مثل دیگر ساکنان شما هم نوارا را خودتون میتونید بگیرید، برای من بفرستید و ما برای مسئولین پیشنهاد میکنیم. امیدوارم که به گوش مسئولین میرسد و تا جای از پای حل پرابلم هایی که در منطقه ها هست میشوند. سلامت سربلند خانه آباد باشید. خواهش میکنم از این دو صفحه حتما دیدن کنید، چون تا نوروز ما باید از صفحه استاد فرخت سعید به 1000 برسیم. امیدوارم صفحه استاد فرخت سعید حتما دستگیری میکنید، آبونه میشید. من کوشش میکنم که روزهای نزدیک ویدیوهای تازه در این صفحه نشر کنم و ویدیو دیگر این صفحه در این دیار است از دوستی ما اسفندیار ناصرف که همیشه من دو صفحه را برای شما تبلیغ میکنم که دو صفحه واقعا هم دیدنی و ارزشمند است. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر.